عصر همگی شما بخیر. پرشانتی داسری هستم، از هند می باشم. راستش عیسوی به دنیا آمدم و به تازگی دبی آمدم در آگوست 2011. ما آمدم تا درباره اسلام بفهمم و برادرم نیز در دبی می باشه. او همیشه درباره الله به ما میگه. واقعا متقاعد شدم هر قدر معلوماتی که او به ما شریک ساخته است، به وسیله او کاملا متقاعد شدم که اسلام راه مستقیم پیشرفت است و الله آلفا اومگا، اولین و آخرین می باشه. آفتاب را بیشتر از 10 دقیقه دیده نمیتونیم، پس یک خالق را چطور دیده میتونیم؟ پس به صورت کامل متقاعد شدم، اما درباره بعضی چیزها شک دارم. چون از روزی که عیسوی به دنیا آمدم 4 سوال داشتم. فقط 4 سوال از ذاکرنایک برادر دارم. سوال اول: برادر، من سخنرانی های شما را گوش کردم در یوتیوب. شما درباره روح مقدس گپ می‌زدین. شما به طور اساسی تذکر دادید که روح مقدس وجود داره. پس ما میخوایم بفهمم که در اسلام آیا روح مقدس مطابق قرآن وجود داره؟ همچنان در نسخه قدیم انجیل یک آیت وجود داره که روح خدا بالای آبها گردش میکنه. روح خدا. پس روح مقدس آیا از الله جدا است؟ این سوال محض. خواهر 2 سوال مطرح کرد. سوال اول که روح مقدس هست، معنای روح مقدس چیست و او کی است؟ به اساس قرآن و به اساس اسلام در مقایسه با عیسویت و بله انجیل گفته که روح خدا بالای آب گردش میکنه. ای به چی معنا است؟ آیا روح مقدس جدا از خدا چیز دیگری است؟ خواهر 2 سوال کرد. اگه این 2 سوال جوابتم، آیا اسلام قبول میکنن؟ به طور کلی 4 سوال دارم و پس میخواین که اول 2 سوال شما را جواب بدم، باز 2 سوال دیگر را نه مطرح خیر کنید؟ خیر، بله یقینا 70% متقاعد شدم. هر چیزی که برادرم با من شریک ساخته و سخنرانی های شما را مشاهده کردم 70% به وسیله آنها متقاعد شدم. درباره بسیار صادق و جدی هستم. پس 4 سوال شما که جواب داده شد، بله انشاءالله که متقاعد میشین. انشاءالله اسلام را قبول میکنم. خواهر 2 سوال مطرح کردن، باز 2 سوال دیگر را مطرح میکنه. ای که انجیل از روح مقدس یادآوری کرده. مفهوم روح مقدس در قرآن چی است؟ تعریف روح مقدس این چیز نیست که در اسلام تذکر داده شده. به خاطر که عیسوی‌ها وقت درباره روح مقدس گپ میزنن تعهد میدارن که روح مقدس جز از تثلیث است. خدای سگانه با آن که تثلیث در انجیل وجود ندارد، در هیچ جای انجیل پدر، پسر و روح مقدس. وقت پدر میگن درباره الله متعال فکر میکنن، مثل سنت کلاس که بهش نشسته و زمین چوکی او است. وقت درباره پسر گپ میزنه درباره عیسی علیه السلام فکر میکنن، مثل جفری هنتر در فیلم پادشاهان با چشمان آبی، بینی خوب و بلند مثل یک یهودی. وقت درباره روح مقدس گپ میزنن فکر میکنن مثل یست که کبوتر در پنتاکاس بیایه یا در محل تعمید عیسی علیه السلام. روح چی است؟ قسمی که در قرآن تذکر داده شده. من به این باور هستم که قرآن درباره فرشته وحی جبرئیل گپ میزنه، یکی از فرشتهایی که توسط الله سبحانه و تعالی فرستاده شده. یکی از وظایف او رساندن وحی به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است و وظایف دیگر نیز داشت. پس من به فرشته وحی باور دارم. با ایشی و اگر بگوین که روح وجود داره ما هیچ مشکل نداریم، اما آن جز از خدای سگانه نیست. فرشته ها و فرشته وحی از الله سبحانه و تعالی جدا هستند. حتی که روح در انجیل ذکر شده از الله سبحانه و تعالی جدا است و اصل نیست. این از تعلیمات کلیسا است، به خاطر که کلمه تثلیث در هیچ جای انجیل وجود نداره. اما قرآن اگه بخوانن کلمه تثلیث 2 بار در قرآن آمده. در سوره نساء چپتر 4 آیه شماره 171 گفته ولا تقولوا ثلاثه و مگویید که خدا 3 است. انتو خیر لكم. از این خودداری کنید و بخیر شماست. پس قرآن میگه ولا تقولوا ثلاثه و مگویید که خدا 3 است. همین پیام در سوره مائده چپتر 5 آیه شماره 73 تکرار شده.
لقد كفر الذين قالوا کسانی که گفتن خداوند سگانه هست. پس کلمه تثلیث دو بار در قرآن دیده میشه و در هر جای گفته شده که استفاده کلمه تثلیث اشتباه است و در قرآن تذکر داده شده که تثلیث نگوین، اما کلمه تثلیث در انجیل وجود نداره. نزدیکترین آیه به تثلیث در انجیل اولین بخش انجیل جان چپتر شماره 5 آیه شماره 7 می باشه که میگه به خاطر اونا 3 نفر هستن که در بهشت ثبت کنن، پدر، پسر و روح مقدس، و این 3 نفر یکی هستن. پس این آیه اگر نسخه تجدید نظر شده انجیل بخوانه توسط علمای مطرح تجدید نظر شده، علمای مسیحی میگن این آیه اولین بخش انجیل جان چپتر شماره 5 آیه شماره 7 افزوده شده، جعل شده، تحریف شده و اونا این آیه را از انجیل بیرون انداختن. پس این که به طور مستقیم درباره تثلیث گپ نزده بود، بلکه به تثلیث نزدیک بود، توسط علمای مسیحی به عنوان آیه جعلی زاید و تعریف شده و بیرون انداخته شد. اما این یک نوع دلسرد کردن است و علای متعال کاملا متفاوت است و مثل هم نمی باشند و در قرآن درباره فرشته و جبرئیل گپ میزنه. او فرشته الله سبحانه و تعالی است. امیدوارم جواب فهمیده باشی خواهر. فهمیدم برادر. میخوایم 2 سوال دیگه تجاوب بتم. بله، سوال سوم من فقط در ارتباط با روح مقدس است. تمام پیامبران، تمام مردان خدا مثل ابراهیم پیامبر، اسحاق پیامبر، موسی پیامبر در رحمت خدا باشند. تمام پیامبران از الله وکالت میکنند، با الله در ارتباط بودند. آنها به خاطر از الله وکالت میکردند چون انتخاب شده بودند. باید به آنها بعضی توانایی‌ها داده میشد که بخشش الله نیز شامل آن شده میتواند. پس یک قدرت است و همین قدرت ها بود که آنها را قادر می ساخت تا از الله وکالت کنند. پس چه قسم قدرت است؟ فهم معزی یعنی درک معزی است که تمام پیامبران به وسیله روح مقدس با الله مقابل می شوند. آیا این فکر من درست است؟ حقیقت داره؟ خواهر سوال کرد که پیامبران الله سبحانه و تعالی از الله سبحانه و تعالی الهام میگرفتن، بعد گفتن که با الله متعال مقابل میشدن. خواهر 2 کلمه را که شما گفتن 2 چیز متفاوت است. آیا سوال شما مربوط کدام کلمه میشه؟ کلمه اول یا کلمه دوم؟ کلمه اول. کلمه اول به معنای شخص به جای کس دیگر وکالت کنه. شخص به جای کس دیگر وکالت کنه. باید بدانین وقتی کسی با الله سبحانه و تعالی گپ میزنه، الله نیاز نداره کسی وکالت کنه و این را در قرآن هم گفته. قرآن در سوره غافر چپتر 40 آیه شماره 60 میگه مرا نیایش کنن تا خواست شما را اجابت کنم. الله سبحانه و تعالی به کسی نیاز نداره که از او وکالت کنه. چرا؟ مردم مثال میتن وقت به محکمه برن، وقت دوسیه خود به قاضی بسن، شما میرن و یک وکیل خوب استخدام میکنن. همه قسم پیامبران خدا وکلای ما هستن. این درست است و منطقی هم است. البته برای قاضی که انسان است، به خاطر که قاضی نمیدانه مجرم کی است، کی دزد است، پس وکیل قاضی را کمک میکنه تا بفهمه کی مجرم است، کی دزد است و کی بیگناه است. اما الله سبحانه و تعالی علم غیب داره. او به کس نیاز نداره که برش ثابت بسازه کی بد است و کی خوب است. با درگاه الله وکالت درست نیست، اما شخص برای شما دعا میتونه. یک پیامبر برای انسان دعا میتونه و الله در قرآن میگه الله سبحانه و تعالی با کس نیاز نداره که وکالت کنه بجز از روز قیامت. هر کسی که بخواد پس در روز قیامت الله میگه با انسانایی که لازم میبینه اجازه میده تا وکالت نماین و درباره این یک حدیث وجود داره. این پیشنهاد خاص به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داده میشه. پس از تمام کتب‌های تاریخ و دیگه بشمول قرآن و حدیث میفهمیم که پیامبران خدا با الله سبحانه و تعالی در ارتباط هستند. برای دیگران عبادت کردند، اما از پیامبران اگه بخوایم که وکالت کنن، مثلا عبادت میکنم و از فلان پیامبر میخوایم پیروی کردن از راهنمایی‌های پیامبر خوب است، اما بجای الله سبحانه و تعالی در نزد کسی دیگر عبادت نمیکنم، که این کار اکثریت انسان انجام میتن. با پیش انسان ها عبادت میکنن و میگن که اینا به الله متعال نزدیک هستن، اگر در نزد او عبادت کنیم الله خواست ما را زودتر و بهتر قبول میکنه. این اشتباه است.
باید مستقیم به درگاه الله سبحانه و تعالی عبادت کنیم. این پیامبران خدا، فرستادگان خدا هستن. بله، اونا قدرت خاص دارن، اونا توانایی خارق العاده دارن، اونا با الله سبحانه و تعالی گپ زده میتونن و الله سبحانه و تعالی مردان خاص از میان مردان دیگه برمیگزینه تا پیام او را به بشریت برسانه. این مردمای انتخاب شده الله متعال را پیامبر یا فرستاده میگه. پس الله سبحانه و تعالی انسانهای خاص در جهان انتخاب میکنه تا پیام او را به انسانهای دیگه برسانه که ما به اینها پیامبران خدا میگیم. پس میان پیامبران و الله سبحانه و تعالی ارتباط وجود داره، اما به معنای این نیست که انسان پیامبران را به عنوان وکیل خود انتخاب کردن نمیتونن. ای که در نزد اینا اگر عبادت کنن الله متعال زودتر خواست اونا را برآورده میسازد. تمام اینا تعلیمات کلیسا است. از ای که ما با عیسی علیه السلام باور داریم تمام گناهان ما بخشیده میشه. این باور در اسلام وجود نداره، حتی در عیسویت وجود نداره. خواهر، اینا تعلیمات کلیسا هستن. بله، سوال آخر من ای است. در ویرایش جدید، منظورم در یکی از اناجیل در کتاب عمل، پال در مورد تنگس تذکر داده. آیا چیزی درباره ویرایش جدید و لسان نظر دارین؟ آیا از اسلام کلمه لسان کاملا زدوده شده یا لسانی در آن زمان وجود نداشته؟ میشه که در این مورد به ما توضیح بدین؟ خواهر سوال کردن که پاول درباره تنگز گفته. اگر مأخذ را ذکر کنن بهتر خواهد بود، به خاطر که در انجیل چیزای زیاد درباره لسان گفته شده. آیات زیاد در قرآن درباره لسان سخن گفته که اگر دقیق آدرس بتن باز میتونیم بهتر جواب شما را بدیم. اما به طور عموم در انجیل بیانیه های زیادی است که درباره لسان گپ میزنه. همچنان میگه اگر انجیل بخونن، اگر انجیل جان مارک را بخونن، میگه هر کسی که ایمان داره قادر خواهد بود که لسانهای خارجی را بدانه و با لسانهای خارجی گپ بزنه. یعنی به الله اگر باور دارن با لسانهای خارجی میفهمین و با لسانهای خارج گپ زدن میتونن. به می خاطر وقت با دکتر میرم بحث میکردم، 100 روپگی دادم و 100 روپگی هندی. شاید خبر داشته باشن با آن که 22 لسان رسمی را میدانست، با انگلیسی خواندم 100 روپیه، با هندی 100 روپیه میگن. از او خواستم که به 20 زبان دیگه بخونه اگر ایمان داره و او نتوانست. در قرآن مأخذهای زیادی وجود داره که درباره لسان گپ میزنه. اگر قرآن رو بخونین، قرآن در سوره روم چپتر شماره 30 آیه شماره 22 میگه شما با زبانهای مختلف سخن میزنین و داره رنگهای مختلف میباشن. واقعا در اینها برای دانشمندان نشانه هایی است. قرآن باز میگه در روز قیامت زبانهای شما، اندامهای شما، دستهای شما برای شما گواهی خواهند داد چه کار کرده این، چه اعمال انجام داده این، چه کار درست و چه کار اشتباه انجام دادن. احادیث متعدد پیامبر است که درباره زبان گپ میزنه. پس در قرآن مأخذ زیادی وجود داره که درباره زبان گپ میزنه. در انجیل مأخذهای زیادی وجود داره که درباره زبان گپ میزنه. تشکر. و سوال آخر من یک دوست مسلمان دارم و برای من پیشنهاد دادن که عهد قدیم انجیل را بخونم. اونا گفتن که اول عهد قدیم انجیل را بخونم، بعد از او گفتن که قرآن را بخونم. اما شما به صورت واضح یادآوری کردین که قرآن آخرین وحی است که از طرف الله نازل شده است. پس به عنوان یک مسلمان شما برای من چه پیشنهاد دارین؟ به خاطر که دوست مسلمانم گفت اول عهد قدیم را بخوانم بعد از او قرآن را بخوانم. پس خواهر سوال کردن که یکی از دوستایش گفته که اول انجیل قدیم بخونه بعد از او قرآن بخونه. خواهر این کار ضروری نیست. اگر چیز به نام عهد قدیم و عهد جدید باشه، باز چیز به نام آخرین عهد خواهد بود، مثل قرآن. پس عیسوی‌ها اگر عهد قدیم و عهد جدید هم میگن، بازی آخرین عهد است. الله سبحانه و تعالی میگه. حالا من از شما سوال میکنم، اگر شما ویرایش‌های مختلف یک کتاب داشته باشین، مثلا با دانشگاه طبی میرن و پروفسور کتمو چند جلد کتاب نوشته و کتاب او چاپ اول، چاپ دوم، چاپ سوم داره، باز شما چاپ اول میخوانین یا چاپ آخره؟ کدام چاپ را شما میخوانین؟
یقینا چاپ آخرم خانم. درست است. اگر چاپ اول واقعا دوست دارین و میگن که من علاقمند چاپ اول هستم، باز میگم که هیچ مشکل نداره. اول چاپ اول بخونن، بعد از آن چاپ آخر بخونن. پس با عهد قدیم بسیار انس دارین و میفهمین که عهد قدیمتان به قلب شما نزدیک است. باز قرآن در سوره آل عمران چپتر شماره 3 آیه شماره 64 میگه تعالوا الى كلمة سواء بين بينكم. بیاین به سخنی که بین ما و شما مشترک است هم زبان شویم. باز میگم اگر با عهد قدیم بسیار انس دارین، هیچ مشکل نداره. عهد قدیم بخونن، باز قرآن بخونن. حداقل خبر شوین که چیز عام وجود داره. وقتی عهد قدیم، عهد جدید و قرآن بخونن، در میابیم چیزایی که در این کتاب عام است این است که یک خدا وجود داره و سزاوار عبادت میباشد. هیچ تصویر او نیست. زیادتر از او میفهمین که عیسی علیه السلام خدا نیست. و هر دو عهد میگه که آخرین پیامبر و فرستاده خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. پس خواهر، حال حاضر هستین که اسلام قبول کنین؟ یقینا بله. خواهر، آیا باور دارین که یک خدا وجود دارد؟ بله باور دارم که فقط یک خدا هست. آیا باور دارین که عیسی خدا نیست بلکه فرستاده خدا است؟ بله باور دارم عیسی یک فرستاده می باشه. آیا باور دارین که حضرت محمد صلی الله آخرین پیامبر و فرستاده خدا است؟ بله باور دارم که محمد آخرین پیامبر و فرستاده خدا است. خواهر، آیا کسی شما را مجبور کرده که اسلام قبول کنین؟ ببخشید؟ آیا کسی شما را مجبور میکنه که اسلام قبول کنین؟ نه خیر، هیچ کس من مجبور نکرده. آیا با خواست خود قبول میکنین؟ بله. به خاطر که در اسلام مجبور ساختن کسی برای پذیرفتن اسلام حرام می باشد. در دین حرام می باشد و در بسیار از کشورهای دیگه حتی در دبی حرام و منع می باشد. مجبور ساختن کسی برای پذیرفتن اسلام منع شده. پس با خواست خودتان قبول میکنین؟ بله، چون تمام سوالات من برطرف شد و ماشاءالله. به خواست خود قبول میکنم. امیدوار هستم کسی به شما انعام نته. نه خیر. به خاطر که در هندوستان بعد از اینکه اکثریت مردم مسلمان شدن، CID یا پلیس نزد اونا رفته و سوال کردن که دکتر زاکر چقدر دلار به شما پول داده. با اونا میگم که پول آخرت دادم. پول آخرت دادم و اونام قبول کردن. پس خواهر، به عربی میگم و شما تکرار کنین. درست است. اشهدو الله الله اله اله الا الله الا الله و اشهدو و اشهد ان ان محمدا عبده عبده و رسوله. و رسوله. گواهی میدهم گواهی میدهم که هیچ خدایی جز الله نیست. و گواهی میدهم که محمد پیامبر و فرستاده و بنده الله می باشد. ماشاءالله خواهر، شما مسلمان هستین و از الله سبحانه و تعالی می خواهیم که زحمات شما را قبول کنه و به درگاه الله سبحانه و تعالی دعا میکنم که شما را زیادتر هدایت کنه و بهترین ها را در این جهان و در آخرت بده و در بهشت جای شما را انتخاب کنه انشالله خواهر. تشکر.